مشاکل دیگر خود ملاهای ناملا برای ما ساخته. اون ملاهایی که 4 روز درس نخوانده، قرآن حدیث نمیفهمه، فقط ملایی را کسب زندگی خود جور کرده، مثل نجاری و آهنگری واره. در مسجد فقط امامت برای کسب روزگار و معیشت است که فقط 4 روز زندگی را تیر بکنه، از دین آگاهی نداره، نمیفهمه چیزی را، ولی خود ملایمان مسجد مقرر کرده. تمامی بدبختی و بدعات و رواجای کمر شکنه امین ملای نامونا برای مردم میگه و مردم امین چیزا را تایید میکنه. یکی دفاع از قرآن نمیکنه، یکی دفاع از حدیث رسول الله نمیکنه. کدام دین است؟ شما بگویه ببینه. این مجالس است، در مجالس میگیم شاهد چی را میگه. افسوس است وقتی که میگم دریور کسی خسته نمیتونه. در مورد دین است که میخیز هر کس دست خدا بالا میکنه. این دیگه مولا نبود، این دیگه مولا نبود. تو پشت مولا بگرد، از مولا دلیل طلب کو، از مولا پرسون کو. کدام مولای بی غیرت این فتوا را داده میتونه که 2 نفر مرد در قد زنا بره، از عروس پرسون کنه؟ امیر برای ما فتوا بده. در کدام کتاب است؟ کدام تسلیمی به دین الله متعال است؟ چرا ما همیشه دلیل از کتاب الله و سنت رسول الله نمیگیریم؟ دلیل از مولای خود میگیریم. ما امروز مولای داریم که در صف امریکا استاد است. ما امروز مولای داریم که نعوذ بالله فتوا میده امریکای بمبارد میکنه سوریه، روسا بمبارد میکنه او را. خب میگه فیسبوک ها را سعی کنه. مردم را داریم بی غیرتا چپلوسای دنیای کفر. و توری مولا را ما داریم. مولا تا مولا مولایی که از کتاب الله بگویه. قرآن برد میگه فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اهل ذکر اهل قرآن میگه. مولا را پرسون کو چقدر ترجمه قرآن کردی، چقدر تفسیر قرآن کردی که تو فتوا میدی؟ امروز جامعه ما، معاشره ما فقط به نام لا اله الا الله میگیم. لا اله الا الله برای خود دندانا داره، لوازم داره، تسلیم شدن داره. مفت نیست که کسی روان شوه به ملت ابراهیمی خود بگیره. ما تنها همینطور میگیم حالا عروسی اسلامی شد، تنها رقص نیست. عروسی اسلامی همین میشه. کارتا براتون داده شده، در کارتا چند مورد دادم شما را به الله قسم یک موردش عملی شده. از حجاب گرفته تا مهر تا مسئله یک موسیقی نیست. یک موسیقی در او کارتی که چیزا نوشته شده تنها موسیقی وجود نداره. خیر و خلاص. دیگه کدام اسلامی؟ کدام عروسی اسلامی است؟ تو یک دفعه حدیث کارتم رایت است، همون را مطالعه بکن، بعد از او باز عروسی را اسلامی بکن. دینی را نمیگه. ما ستیزت با دین نمیکنیم، با عالم دین نمیکنیم. عالم دین در مساجد تحقیر است. هر ملک و خان میخیزه در مقابل عالم. این کدام دین است؟ اگر ما همیان سوال کنم کلمه توحید تا اگر درست تشریح کردی، فرایض کلمه را اگر گفتی، دست خود قطع میکنم. همون نفری که قطمه گپ زده بگویا مرد است، بخیزده فرایض کلمه را بگویا، شرطای کلمه را بگویا. همین قدر عمرم تیر کرده. برای ما عمل مولا را دلیل میگیره. کدام مولا؟ مولایی که الوا خورده، مولایی که خواب میکنه، مولایی که تمام عمر یک حرف قرآن به کسی نگفته، مولایی که توحید تشریح نکرده. کدام مولا؟ مولایی که رشوت میخوره؟ افسوس است. دین همی چیز میگه برای ما. ما تسلیم به دین هستیم. پیغمبر دوست داریم، اسلام دوست داریم. کدام دوستی؟